اگر با چشمان خود زنده شوی یک پرنده مرده را بینیم چه اندازه به دهشت میافتیم؟ حتی به چشمان خود باور نکرده این حادثه را تا آخر عمر فراموش نمیسازیم. زیرا حقیقت حیات بخشی خیلی حیرت انگیز و تأثیر بخش است. بله، تنها زنده شوی یک پرنده ما را خیلی به حیرت می آورد و این واقعه همیشه در خاطرمان باقی می ماند. عجبا، آیا زنده شوی یک پرنده مرده بیشتر حیرت آور است و یا از تخم بیجان برآمدن پرنده جاندار؟ آیا زنده گردانیدن یک پرنده مرده حیرت آور است و یا از قطره آب به وجود آوردن موجود زنده؟ آیا زنده گردانیدن پرنده مرده بیشتر تعجب آور است یا از تخم و دانه رستنی و درختان زنده آفریدن؟ چرا از قدرت به انتهای الله تعالی به حیرت نمی افتیم در حالی که حیات بخشی عجیب او تعالی را هر لحظه مشاهده می کنیم؟ یعنی با چشم سر دیده ایستاده ایم که از ماده های گوناگون حیات به وجود آمده روی زمین پر از موجودات زنده می گردد. آره، از تخمه و دانه ها و از تخم و نطفه بیجان موجودات زنده به وجود آمده برخی از آنها دارای روح هستند. حتی تصور کردن ناممکن است که این ماده های بیجان حیاتی در خود وجود نداشته را به دیگر مخلوقات بخشیده باشند. این طور باشد حیات بخش همه موجودات تنها و تنها خداوند زنده و پاینده است. از این خاطر یکی از بزرگترین دلیل های هستی خداوند حقیقت حیات بخشی است. اکنون از منکران هستی خداوند چنین سؤال نماییم: از تخم و دانه ها و از نطفه بیجان آفرنده موجود زنده کیست و به ماده های بیجان بخشنده حیات کیست؟ بغیر از الله تعالی چی کسی میتواند چنین موجودات پراسرار آفرد؟ عجبا، آیا بار اندیشه نموده ایم که برای ادامه یافتن این حیات زیبا چی چیزها لازم است؟ البته برای این فراهم بودن هزارها شرط و وسیله ضرور است. کم و زیاد گشتن یکی از آنها حیات را فلج می سازد. مثلا خللدار شدن توازن گرمی و خنکی عالم می تواند سبب نابود شوی موجودات گردد. توازن گرمی با دقت تام معین گشته است تا جانوران توانند زندگیشان را ادامه دهند. از 60 درجه بالا شدن درجه گرمی باعث هلاکت بسیاری از موجودات می گردد. شرط مهم دیگری از شرط‌های حیات موجودیت اتمسفری مناسب می باشد. گازهای روی زمین سرعت بلند بالاروی دارند. در حالت کم و زیاد گشتن این سرعت توازن خللدار می گردد. در برابر این سرعت کشش زمین در اتمسفر مانع انتشار یافتن گازها در آسمان می گردد. آب نیز از شرط‌های مهم زندگی است. سرچشمه آب باشد اقیانوس و بحرهاست. هر ثانیه 16 میلیون تن آب بخار شده به ابرها مبدل می گردد و شمال آن را به اقلیم‌های نیاز داشته برده باران می بارد. آبها دوباره بخار می شوند تا که حیات ادامه یابد. برای بخار کنانیدن این مقدار آب به انرژی زیاد نیاز است که اگر آن با صرف سوزشوار قیاس کرده شود به میلیاردها بودجه دولت‌های ابرقدرت برابر می گردد. خلاصه اگر سبب‌های حیات اختیار و توانایی داشته باشند، آیا توان تأمین نمودن تنها گرمی و خنکی، توازن اتمسفر و آب را دارند؟ البته نه.